زنمی تاجیکای بامیان هستم. من روز زنمی جمعه ما را زنمی تولد کوب خانه ما چپه میکنه. تیرمام آمدن نوشیم که خانه ما چپه کرد. این دفعه آمده اینی خانه رو اینجا چپه کردن. اینجا رو ما میگیریم نمره جور میکنیم، پارک موتر جور میکنیم. اینی منطقه و اینی جا را کلش اینی کلش بازار گرفتن، در کلام جور کردن. اینا لیا خانه اینجا ما تاجیک هستم. من رو قبول ندارم. من زمین کوشش کردم که میبره. این زمین پدری ما است که از پدر از بابا از اجداد من مانده. اینجا قبرستانم است، این زمینم است. اینا لی ما در کجا برم کی داد ما میرسه، دولت هم داد ما نمیرسه. کس دیگه خود اگه بکشن کاش که مسکرا رو گفتم بگیریم مرا بکشه تو نکشتن نمی کشته کرد. این در زیر پلو خود در زیر چی مرا انتر انداختن این پلو خواره. جور ما اینمی است که من تاجیک هستم به خاطر که اینمی میگم خانه ما همینجا چپه شه، همین تاجیک از اینجا گم شه. یعنی اینجا مرا این طور هر روز لاد کوب میکنه. اینمی 3 روز بعد اینمی یک نفر میاد مسئله پشت دروازه که معلم قدرت کجا، معلم قدرت کجا، معلم قدرت معلمی میره یا میاد پشت خانه رو تک تک گوشت کارو پیش کنه میزنه میکنن. یعنی 2 ماه میشه که اینمی حال در سری ما است.